سلام و درود عرض میکنم خدمت شما. محمد مکابر هستم، مدرس دوره دکتر برگر، و تو این ویدیو میخوام در مورد داستان طراحی این دوره باتون صحبت کنم. خب من از سال 91 توی صنعت گوشت مشغول فعالیت هستم و چه حالا زمانی که خودم مشغول تولید بودم و چه بعد از اون زمانی که به عنوان مشاور در کنار کسب و کارهایی که تولید فرآورده‌های گوشتی داشتن اضافه شدم، یک موردی رو که خیلی در واقع می‌دیدم، احساس می‌کردم که وجود داره، این هست که یک سری پایه‌های علمی و در واقع بیس دانش علمی در مورد تولید خب وجود نداشت و بیشتر افراد به دنبال این بودن که حالا کپی برداری انجام بدن یا اینکه در واقع از دانش افراد مشاور استفاده بکنن. اما خب به دلیل اینکه اون بیس دانش وجود نداشت، خودشون قادر به طراحی فرمولاسیون های مختلف، حالا خصوصا در مورد برگر این دوره من دارم صحبت میکنم، خودشون قادر نبودن که این کار رو انجام بدن و همچنین کسب و کارها مرتب دنبال مشاورهای مختلف میگشتن به خاطر اینکه نتونسته بودن دانش تولید رو توی سازمان خودشون بومی سازی. خب این اتفاق که افتاد و این خلأ رو من احساس کردم توی صنعت، تصمیم گرفتم که یک سری دوره‌های جامعی رو تولید بکنم که خب اولین دوره‌ای که تولید کردم دوره جامع بومینویسی سوسکالباس‌های امولسیونی بود که خب تکمیل شد و بعد از اون اومدیم سراغ تولید دوره مربوط به بوم‌نویسی برگر به نام دکتر برگر که الان شما تو همین صفحه محصول هستید و اطلاعاتش مشاهده می‌کنید. این دوره کاری که برای شما انجام میده این هست که یک دانش و یک بیسی رو به شما میده یا به مجموعه خودتون که این دانش برای شما خروجیش این خواهد بود که خیلی راحت میتونید فرمولاسیون های محصولاتی که مد نظر خودتون هست رو طراحی بکنید و تولید بکنید. یعنی هر محصول و هر مدل برگری که خودتون دوست داشته باشید میتونید با سلیقه خودتون و بنا به شرایطی که خودتون دارید اون محصول رو بتونید طراحی بکنید و خیلی راحت تولیدش بکنید. این دانش به صورت کامل در این دوره در اختیار شما قرار میگیره. همچنین بحث عیبیابی رو ما در انتهای دوره خواهیم داشت که مشکلات متداولی که محصولات برگر دارن شما میتونید عیبیابیشون رو یاد بگیرید و از همه مهمتر بحث پشتیبانی خودم هست که 3 ماه پشتیبانی رو بعد از خرید شما خواهم داشت و بعد از خریدتون 3 ماه در کنار شما خواهم بود و به صورت خصوصی به شما پاسخ خواهم داد. ابهامات، سوالات و مواردی که باشه رو براتون برطرف کنم. پس بنابراین ازتون دعوت میکنم اگر که کسب و کاری هستید که مرتبط با برگر در واقع مشغول فعالیت هستید، این دوره رو از دست ندید. به جرئت میتونم بگم که مشابه این دوره رو حداقل من ندیدم هیچ جای دنیا. چرا؟ چون که از بیس داره این دانش به شما آموزش داده میشه. اکثر دوره‌هایی که توی بازار وجود داره یک سری محصولات رو میان آموزش میدن اما به شما نمیگن که چرا هر کدوم از متریال استفاده شد اون فرمولاسیونتون محصول و چرا اون مقدار یا اون عدد رو ما توی فرمولاسیون در نظر گرفتیم. اما تو این دوره تمام این موارد به شما گفته میشه. ادویه ها به صورت کاملا باز به شما گفته میشه. هیچ گونه استابیلایزر یا ماده‌ای که به صورت میکس باشه ما تو این دوره نخواهیم داشت. همه چیز کاملا واضح و شفاف به شما ارائه خواهد شد. این دوره برای صنعتگران، کسانی که تولید دارن، بسیار مناسبه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما تهیه بکنید. چرا؟ چون ما مشتریانی داشتیم که توی همون تولید اولی که بر اساس دانشی که از این دوره دریافت کردن اون تولید رو انجام دادن، 10 برابر مبلغ این دوره بهشون برگشته. اما اگر که دانشجو هستید یا تولید کننده نیستید و در واقع کسب و کاری مرتبط با برگر ندارید، حالا برای خودتون دارید درست میکنید برای خانواده‌تون، این دوره برای شما مناسب نیست. این دوره برای صنعته و برای کسانی که بیزنسشون مرتبط هست با برگر و میخوان واقعا این دانش رو یاد بگیرن و یا اینکه در سازمان خودشون بومی سازی کنن. ممنون که تا اینجا این ویدیو با من بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.